تا حالا شده یک فکری فقط توی ذهنت باشه اما بعد چند روز دقیقاً همون اتفاق برات بیفته؟ یا حس کرده باشی حضور بعضی از آدم‌ها بدون اینکه حرفی بزنن حالتو خوب میکنه یا کاملا خراب؟ اگه اینا رو تجربه کردی پس تو هم اثر انرژی پنهان انسان رو لمس کردی. امروز دقیقاً میخوایم بریم سراغ همین راز. سلام به همه. امروز میخوایم یک سفر درونی رو شروع کنیم. سفری به دنیای انرژی پنهان انسان، جایی که افکار و احساسات فقط یک چیز ذهنی نیستن، بلکه میتونن روی واقعیت بیرون اثر بذارن. انرژی ذهنی یعنی چی؟ وقتی فکر میکنیم، احساس میکنیم یا یک آرزو توی ذهنمون شکل میگیره، در واقع یک ارتعاش درونی ایجاد میشه. به این ارتعاش میگن انرژی ذهنی. این انرژی هم روی خودمون اثر داره، هم روی جهان اطرافمون. افکار چه انرژی تولید میکنن؟ افکار مثبت انرژی مثبت، افکار منفی انرژی منفی. وقتی مدام به چیزهای خوب فکر میکنیم، این انرژی مثبت باعث میشه آرامتر باشیم، روابطمون بهتر بشه و اتفاقات خوبی وارد زندگیمون بشه. برعکسش هم هست. ترس و فکر منفی مثل یک ابر تیره ارتعاشات ما رو پایین میاره. یک مثال واقعی. تصور کن کسی که هر صبح 3 جمله رو به خودش میگه: من قویم، من میتونم، من شایستم. با تکرار این جملات کم کم احساسش نسبت به خودش تغییر میکنه. بعد از مدتی فرصت‌هایی وارد زندگیش میشن که قبلا حتی تصورش رو هم نمیکرد. این همون تأثیر انرژی افکار روی واقعیت بیرونه. نقش ناخودآگاه. بخش بزرگی از انرژی ما از ناخودآگاهمون میاد، جایی که ترس‌ها، باورهای عمیق و خاطرات گذشته ذخیره شده. اینها بدون اینکه بفهمیم ارتعاشاتی رو ایجاد میکنن که یا زندگی رو راحت میکنن یا سخت. تعامل انرژی با جهان بیرون. بعضی نظریه ها میگن انرژی ما مثل یک موج پخش میشه. وقتی انرژیت مثبت، انگار دنیا هم جهتت میشه. چیزها درست پیش میرن، فرصتها راحت تر میان سمتت. ولی وقتی انرژیت پایینه، انگار همه چیز قفل میشه، نه به خاطر بدشانسی بلکه به خاطر ارتعاش هایی که ناخودآگاهت میفرسته. چند کار ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند. 1. مدیتیشن کوتاه، چند دقیقه سکوت، چند نفس عمیق و گوش دادن به درون. 2. تأکیدات مثبت، جملاتی مثل من ارزشمندم، من شایسته بهترین هم. 3. نوشتن افکار، روزانه چند خط درباره احساساتت بنویس. 4. محیط مثبت، طبیعت، موسیقی آروم یا هر چیزی که انرژی تو رو بالا میبره. انرژی پنهان انسان واقعیه. افکار و احساسات ما میتونن ارتعاشی رو بسازن که نه تنها درونمون بلکه دنیای بیرون رو تغییر بده. اگه آگاهانه از این قدرت استفاده کنی، میتونی زندگی تو از پایه تغییر بدی. اگه خواستی قسمت‌های دیگه انرژی انسان رو ادامه بدیم، حتما برام کامنت بذار. خوشحال میشم من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. مراقب انرژی درونت باش. خدا نگهدار.